شیعیان به خدای اهل سنت ایمان ندارند. آخوندهای شیعه پیوسته ادعا می کنند که بین اهل سنت و شیعه هیچ تفاوتی وجود ندارد و همه یک خدا را می پرستند و از یک پیامبر پیروی می کنند. اما آیا این ادعا حقیقت دارد؟ ببینیم نظر یکی از استوانه‌های علمی شیعه، نعمت الله جزائری، در این باره چیست. او در کتابش الانوار النعمانیه پس از بررسی باورهای اهل سنت و شیعه میگوید: حاصلش این است که ما با آنها یعنی اهل سنت بر یک خدا و یک پیامبر و یک امام جمع نمی شویم، چون آنها میگویند پروردگارشان کسی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرش است و خلیفه بعد از او ابوبکر است و ما نه خدا را این گونه میگوییم و نه پیامبر را، بلکه میگوییم خدایی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشد آن خدا خدای ما نیست و آن پیامبر نیز پیامبر ما نیست. کتاب الانوار النعمانیه از نعمت الله الجزائری، جلد 2 صفحه 243. قضاوت با شماست.